میدونی چرا من میخوام فیلم ساز بشم؟ برای اینکه میخوام صدای اون بچه‌ای که به هیچ جا نمیرسه صداشو به گوش مردم برسونم که به باباش داره میگه منو نندازین تو اون انباری تاریک. من میترسم. منو تحقیر نکنین، منو کتک نزنین. وقتی من شب کابوس میبینم بذار بیام تو اون رخت خواب کوفتیت بکپم. میخوام بگم نتیجه این تربیت میشه تحویل دادن یه مش جانی و روانی و قاتل به اجتماع. اگه یکیشونم مثل من قصر داره شانس بیاره بشه هنرمند، بشه یه هنرمند دوزاری درپی که بعد از 50 سال هنوز نمیتونه فیلمشو بسازه، بعد سر 50 سالگی بیاد بشینه اینجا جلوی شما هم گند بزنی به وقتش و اعتمادش و به پولش. تو که این همه خط قرمز داری. موزیکتو نمیتونم بگیرم گوش کنم، کتاب نمیتونم ازت بگیرم، ببخشید وسط مشاوره وقت تموم شده بفرمایید. خب اینا قراره چیکار بکنه؟ قراره یه مشاور حرفه‌ای درست کنه دیگه، حرفه‌ای بشی که چیکار کنی؟ حال مردم خوب کنی دیگه. خب خوب کن.